سلام به شما. امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی اتاقای تمیز. این فضاهای فوق‌العاده حساس. سلام، بله، محیط‌های واقعاً خاص و کنترل شده. میخوایم ببینیم دقیقاً چی هستن، چرا اینقدر حیاتی هن، مخصوصا مثلا تو داروسازی یا ساخت تراشه‌ها. و البته چطوری میشه مطمئن شد که تمیز میمونن، که شاید سخت‌ترین قسمتش همینه. آره. منابعمون هم خب اطلاعاتی از یه شرکت ایرانی به اسم آریانا کلین صنعته که تو این زمینه پیشرو هستن. که اتفاقاً گواهی نب هم دارن مثل اینکه. همینطور. و البته استانداردهای فنی مثل ایزو 14644، ایزیری 6252 خودمون و خب بحث‌های مهمی مثل JAMP5 برای اعتبارسنجی و بحث اندازه‌گیری ذرات. هدف اینه که یه دید کلی و سریع پیدا کنیم به چالش‌های اصلی از طراحی و ساخت گرفته تا مهمتر از همه پایش مداوم. خب پس اول از همه اتاق تمیز دقیقاً یعنی چی و چرا اینقدر مهمه؟ ببینید، هدف اصلی کنترل خیلی شدیده، کنترل آلودگی. اونم ذرات خیلی ریز در حد میکرون، طبق همین استاندارد ایزو 14644 که میگه تو هر حجم هوا چقدر ذره مجازه، درسته؟ دقیقاً. کلاس بندی‌های مختلف داره. هر جای ذره آلودگی کوچیک بتونه کل محصول رو میدونی خراب کنه، اونجا اتاق تمیز لازمه. مثل دارو یا مثلا قطعات الکترونیکی خیلی حساس. بله. و جالبه که تو ایران هم شرکت‌هایی مثل همین آریانا کلین صنعت با بیشتر از 10 سال سابقه دارن خدمات کامل میدن، از طراحی و مشاوره تا ساخت، مثلا همین اتاقای مدولار و تست نهایی. گفتیم مدولار، ساختاراشون چطوریه که اینقدر تمیز میمونن؟ خب معمولاً پنل‌های ساندویچی هستن، هسته‌شون میتونه پشم سنگ باشه یا پلی‌اوروتان، ولی راستش مهمتر از اون هسته جزئیاته. مثلا چی؟ مثلا پروفیل‌های اتصال طوری طراحی میشن که گوشه و درز خیلی کم باشه، تمیز کردنش راحت باشه، ذرات گیر نکنن. فهمیدم. اما قلب اتاق تمیز، یعنی اون چیزی که واقعاً کار اصلی رو میکنه، سیستم تهویه مطبوعه. HVAC و کانال کشیش. آها، که هوا رو تمیز میکنه و به گردش در میاره. خیلی فراتر از یه کولر معمولیه. باید بتونه هوای اتاق رو چندین و چند بار در ساعت عوض کنه و از فیلترهای خیلی قوی مثل هپا یا اولپا رد کنه که ذرات سریع خارج بشن. دقیقاً. درها، پنجره‌ها، حتی دریچه‌های برگشت هوا همه باید کاملاً درزبندی شده باشن و خودشون منبع آلودگی نباشن. خیلی خوب. اتاق رو ساختیم، تهویه هم کار میکنه. حالا چطور میفهمیم واقعاً تمیزه و تمیز میمونه؟ اینجا اون شمارنده های ذرات میان وسط، آره؟ کاملا درسته. پارتیکال کانترها ابزار اصلی پایش هستن. بیشترشون با روش انسداد نور کار میکنن. انسداد نور؟ یعنی چی؟ یعنی یه پرتو لیزر هست، وقتی ذره از جلوش رد میشه یه سایه میندازه رو آشکارساز. دستگاه هم میشمره، هم اندازه ذره رو تخمین میزنه. جالبه. انواع مختلف هم دارن. دستی هست برای چکای موردی، قابل هم یا پورتبل داریم که برای تستای دوره‌ای طبق استاندارد لازمه. و ثابت هم گفتی هست. آره، ثابت از راه دور یا ریموت. اینا دائما به این سیستم مرکزی وصلن و وضعیت رو گزارش میدن. خب، نکته کلیدی اینه که این دستگاه‌ها باید دقیق باشن دیگه. دقیق و البته کالیبره شده. طبق استاندارد ایزو 21514. این استاندارد میاد دقت شمارش، کارایی، رزولوشن اندازه وسط رو چک میکنه. فقط کالیبراسیون کافیه؟ چون شنیدم یه بحث دقت هست، یه بحث تکرار پذیری. آفرین، نکته مهمیه. ببین، دقت یعنی چقدر اندازه‌گیری به مقدار واقعی نزدیکه. تکرار پذیری یعنی اگه چند بار پشت سر هم اندازه بگیری، چقدر نتایج به هم نزدیکن. مثلا اون مثال تیراندازی. ممکنه همه تیرها بخوره یه گوشه، نزدیک هم، تکرار پذیر، ولی دور از مرکز هدف، نادقیق. دقیقاً. یا پخش و پلا بخوره ولی میانگینشون مرکز باشه.
دقیق ولی غیر تکرارپذیر. ما هر دو رو با هم می‌خوایم، هم دقیق هم تکرارپذیر. خب مشکل کجاست؟ مشکل یه چیز پنهانه به اسم رانش کوتاه مدت کالیبراسیون، short term drift. یعنی چی؟ یعنی دستگاه کالیبر شده ولی ممکنه چند ساعت بعد دیگه اون دقت اولیه رو نداشته باشه. شروع کنه به دریفت کردن، یعنی نتایجش کم کم از مقدار واقعی فاصله بگیره. جدی؟ پس کالیبراسیون دوره‌ای کافی نیست؟ کافی نیست که مطمئن باشیم بین دو کالیبراسیون دستگاه پایدار مونده. یه مطالعه‌ای شرکت کلایمت انجام داده. خیلی جالبه. خب نشون داده بعضی برندهای معروف شمارنده ذرات فقط 3 ساعت بعد کالیبراسیون پایداریشون به شدت افت کرده، طوری که تا 52% داده‌هاشون میتونسته نامعتبر باشه. 52%؟ این که یعنی فاجعه، نصف بیشتر داده‌ها اشتباه. دقیقاً. توی داروسازی فکر کن چه معنی داره. یهو میبینی یه بچه دارویی مشکل داره، باید بری دنبال علت بگردی. و اگه مشکل از دستگاه اندازه‌گیریت بوده باشه که فکر می‌کردی دقیقه. هزینه این تحقیقات انحراف خیلی بالاست. میگن بین 8 تا 12,000 دلار برای هر مورد. وای. پس فقط کالیبره کردن مهم نیست. باید مطمئن شیم کل سیستم پایش معتبره. همینطوره. اینجا بحث اعتبارسنجی یا ولیدیشن پیش میاد و راهنماهایی مثل گمپ 5. گمپ 5 چی هست؟ یه راهنماست برای اعتبارسنجی سیستم‌های کامپیوتری و اتوماسیون تو صنایع ریگوله شده مثل دارو. Good Automated Manufacturing Practice. چه کمکی میکنه؟ رویکردش بر اساس ریسک و چرخه عمر سیستمه. یه مدل وی شکل معروف داره. مدل وی؟ آره، نشون میده چطور هر مرحله از تعریف نیازمندی‌ها، مثلا URS یا مشخصات مورد نیاز کاربر، باید یه مرحله تست و تایید متناظر داشته باشه. پس از اول معلومه چی میخوایم و چطور میخوایم چکش کنیم. دقیقاً. اون URS اولیه باید خیلی شفاف و اسمارت باشه. یعنی specific, measurable, achievable, realistic, testable. مشخص، قابل اندازه‌گیری، دستیافتنی، واقع بینانه و قابل تست. اینطوری ریسک کمتر میشه. خب اینها با الزامات قانونی مثل FDA یا GMP اروپا چطور جور در میان؟ کاملا هماهنگن. مثلا راهنمای CGMP سازمان غذا و داروی آمریکا FDA خیلی روی پایش مداوم محیطی، اعتبارسنجی فرایند با کارهایی مثل میدیا فیل و آموزش پرسنل تاکید داره. میدیا فیل چیه؟ یه جور شبیه سازی فرایند تولید دارو با یه محیط کشت استریل به جای خود دارو. ببینن آیا تو فرایند آلودگی وارد میشه یا نه. فهمیدم. و GMP اروپا؟ ضمیمه یک جدیدش انکس 1 2022 خیلی دقیق شده. مثلا راجع به ذرات 5 میکرونی تو گریدای A و B بحث میکنه. تفاوت بین طبقه بندی اولیه اتاق، کلاسیفیکیشن و پایش حین کار، مانیتورینگ رو میگه. آها، این دوتا فرق دارن. بله، طبقه بندی یعنی وقتی اتاق خالیه یا در حال استراحته، چک میکنیم ببینیم به اون کلاس تمیزی رسیده یا نه. ولی مانیتورینگ یعنی وقتی پرسنل و تجهیزات دارن کار میکنن، دائما ذرات رو اندازه میگیریم. چه شرایط واقعی تولید رو نشون میده. دقیقاً. و تو همین زمینه یک به مشکل آلارم‌های کاذب ناشی از فقط یک ذره هم اشاره شده. یعنی چطور با یه پیک ناگهانی برخورد کنیم. پس خیلی پیچیده تر از اونیه که به نظر میاد. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، اتاق تمیز فقط ساختمان نیست. یه سیستم زنده است که نگهداریش چالش برانگیزه. بله، کالیبراسیون لازمه اما کافی نیست. پایداری دستگاه‌ها خیلی مهمه. و اعتبارسنجی کل سیستم با روش‌هایی مثل GAMP5 کمک میکنه ریسک‌ها رو مدیریت کنیم. دقیقاً. خب به عنوان نکته پایانی یه سوال میمونه که شاید شما هم بهش فکر کنید. بفرمایید. اگه حتی ابزارهای کالیبر شده و سیستم‌های اعتبارسنجی شده هم ممکنه دچار این ناپایداری‌های کوتاه مدت بشن که دیدی میشن، چقدر ریسک پنهان، ریسک نادیده توی این محیط‌های بظاهر کاملا کنترل شده باقی میمونه. وقتی میگیم یه سیستم اعتبارسنجی شده، این واقعاً چه تضمینی برای عملکرد بی‌نقص و مداومش در طول زمان به ما میده؟ سوال بسیار خوبیه. شاید جوابش این باشه که هیچ تضمین 100% وجود نداره و مدیریت ریسک یه فرایند همیشگیه. ممنون از این توضیحات جامع. خواهش میکنم.